السلام علیکم داملای شیرین سخن. من سوال و جواب را دوست می‌دارم و با شما اعتقاد دارم. خواهش می‌کنم به سوال من جواب گردانید. میگویند بچه با دختر بگردد و غیر از خواب کردن با آن عملهای بد کند، آن را گرفتن خوب نبوده است. میخواستم از زبان شما شنوم. یعنی جوانی که اگر دست درازی میکند به سوی یک زن در حالتی که بین اونها نکاح نیست، اگر چندی که با او همخوابه هم نشده باشد، همان دست درازی تو هم زنا هست. لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر میگوید مخیط، اینجا مخیط گفته دروش میگویند، همان دروش، همون سوزنهایی که جوال میدوزند. پیغمبر خدا گفت اگر همون دروش را گرفته و در سر یکی از شما به عدد زنند، این برای شما بهتر است از آنه که شما دستان این مردها در وجود زنهایی که برای شما نکاح ندارند دست درازی میکنید. جوانای عزیز، هیچگاه به این عمل دست نزنید. باور کنین هم در دنیا شرمنده میشوین، هم در آخرت شرمنده میشوین. لا غنا مع الزنا. کسی که اگر زنا کرد، این سخن پیغمبر خداست، اصلا بای نمیشود، اصلا دسترخوانش نان نمیبیند و باید گدا شود، اگرچه دولت دارم که باشد. وقتی که این قدر دست درازی کرده باشی، این دختر بی آبرو کرده باشی، پس او را گرفتن برای تو افضل تر است از او را که او را ترکش میکنی. با فردا یک کسی دیگر هم که گرفت، باز خبرها می رود که این مثال فلانی، این دختر با فلانی میگشت، باز حیاتی او تلختر می شود. شخصانی که میخواهید وزن بگیره، یعنی که بزبله شوین، کچاک شوین، برای شما سمیونوان ارگینال شفافرما رو توصیه میدیم که از 9 تا 12 کیلوگرم وزن میدهد. برای دسترس کردن همه چیز ارگینال شما تنها از شفافرما پیدا کرده میتونید، چون که با باوری کامل چیزا شما میگیری. برای دسترس کردن رقم ها در شبکه پروفیل میشه یا اینکه در کامنتاری وزن نویسید. شاید همین کمبغلی که بالای تو پروردگار آورده است 1 سال دوام کند، شاید 2 سال دوام کند، شاید 2 ماه دوام کند، اینا کسی نمیداند. لیکن تو بالای جای نماز فقط از الله یاردم طلب کن. خدایا بگو که من میدانم که تو مرا امتحان داری، تو مرا آزمایش داری، من بنده شکر کننده تو هستم. اگر تمام اسباب انجام مگیری، من روی از عبادت تو نمیتابم، من همون بنده اساسی تو هستم. خدایا گفته دعا در بالای جای نمازت بکن. وقتی حضرت امام عبدالله ابن عباس به سوی خانهش می آمد، یک خوشخبری از پیش راش پر آمد و گفت ای عبدالله، گفت همون یگانه فرزنده که دوسرویک بود و تو دائم نوازشش میکردی، بسیار بچه با ذهن و خدا ترس بود، افسوس که همون از دنیا گذشت. عبدالله به شنیدن این مرگ فرزندش مثل بعضی پدر و مادرها داد و فیغان سر نکرد. حضرت از بالای اسبش پایان شد و در همون پهلوی اسبش آب طهارتی که داشت گرفت، طهارت کرد و بالای جای نماز 2 رکعت نماز خواند. این مرد که خبر داده بود گفت ای عبدالله، گفت من برای تو فوت فرزند خبر دادم، من برای تو مرگ میوه دل تو را خبر دادم، من برای تو مرگ میوه دل تو را خبر دادم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ گفتن ای غافل، گفتن ای بی خبر، تو آیا نمیدانی پروردگار در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین؟ تو نمیدانی که پروردگار میگوید هرگاهی که این مصیبت بالاتان که آوردم، در حال داد و فیغان یک جانب بگذار، 2 رکعت نماز بخوان و یاردم از خدا در این مصیبت طلب کن، با صبر کن، صبر کن، پروردگار همراه تو است. اگر تو صبر کنی از این دیده بهترین شب برای تو نصیب میگردانم. البته پروردگار قادر است،
از این خاطر الله میگوید من شما را به گرسنگی امتحان میکنم. به گرسنگی. امروز بین بعضی برادرای ما بعد که دولتدار هستند و یکی بی دولت میمانند بعد دستی به جنایت میزنند. بعد میبینی که موادهایی را میفروشند که الله هم از فروختن او راضی نیست. این جمعیت تاجیکستان هم راضی نیست. وقتی دست به این میزند میخواهد که به واسطه این حرام کرده ها از این گوره بحران، از این بحران، از این کمبودی که الله بالاش آورده است برآید. لیکن دور و دراز نارفته میبینی خبرش آمد که در فلان جا دستگیر شد یا با دست فلانی به قتل رسید. برادرای عزیز، در این حالت ما و شما سراسیمه نشویم. این مصیبت ها و مشقت های پروردگار بالای ما زیاد می آید. باید ما بنده های او چیکار کنیم؟ باید صبر کننده باشیم. انشاءالله الله همراه ما هست. من شما را گفت پروردگار من الخوف والجوع، من شما را با گرسنگی چیکار میکنم؟ امتحان میکنم. یعنی در حالت گرسنگی آیا میگوی که بعضی آدم ها هستن میگن همین نان کی نباشه کو نمازخوانی تبینم، حالی بعضی همین تا یک با یک طریقی گویه همین تا درشتانه با بعضی هاش مثل آورده است. کدام همون شکم پرورش، کدام انسانی که در نفس خودش دادگی است، میگوید در یک خانه قرآن بسیار بود و یک نان در بالا بود. همون مرده که قرآن خان قرآن بسیار تل کرد و بالاش برآمد و بعد نان گرفت. برای همین اول نان بعد ایمان. تو هزار نامعقول کرده، تو هزارها نامعقول کرده. همه وقت البته اگر شکم بی تو سیر باشد از تمامی آن انواعی که الله داده است برای تو، بهترین طعام ها در شکم تو باشد، لیکن ایمان نداشته باشی، حالت چی می شود؟ حالت چی می شود؟ حضرت ابوبکر وراقی گفتن از آن روز به گورستان که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم. حضرت ابوبکر وراقی که یکی از دوستان خدا بود و تمام جانش در راه خدا بخشیدگی بود، وقتی که در قبرستان حضرت میگد خوابش کردن، وقتی که حیاتش انجام یافت و شاگردهاش که بردن در قبر جاش کردن، شب در خواب شاگردهاش در آمد. همین ابوبکر وراقی در خواب شاگردهاش در آمد. میگد ابوبکر وراقی را دیدم بسیار غمگین بود و بسیار گریان بود. حالا که وی باید خندان میشد، باید که وی حالش خیلی خوب بود، برای در دنیا وی رنج کشیده بود، زحمت کشیده بود برای نعمتهای جنت. از آن روز به گورستان که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم. حضرت به سوی شاگرداش در خوابش گفت ای شاگردای عزیز، گفت این قدر ماهی که من در گورستان خوابم هیچگاه روز آرام دیدگی نیستم، هیچگاه آبی چشم گفت در همین قبرستان از چشم من کنده نیست، بسیار دلم غمگین است. گفتن چرا ای حضرت؟ گفتن آیا الله به تو معامله ناخوب کرد؟ آیا پروردگار برای تو یگان جزای داد؟ گفت نه. گفت بهترین معامله را پروردگار بر من روا دید، لیکن آن چیزی که مرا در غم انداخته چی بود؟ و گورستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم که هر مرده بیارند سوی گورستان ندارد ده یکی اون نور ایمان. ده ها مرده که امروز میارند، در اینجا خبرش به گوش ابوبکر وراقی میرسد که از همین 10 نفر یک تش ایمان ندارد، به ایمان به گورستان آمدند. وقتی به ایمان به گورستان می آید با او چگونه معامله می شود شما خودتان تصور کنید. خدا رحمت کند خواجه جندی را که حکایت مولوی جنونی در کتابش میارد، یکی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگی و از کس نترسید. خواجه جندی مثل همین مسجد ما و شما پر شاگردها داشت، تعلیم داد، درس میگو، موعظه میکرد. بار در بین شاگردهاش موعظه داشت که یک آدمی از بیرون در آمد، یک دوستی خدا بود وی در آمد و گفت ای خواجه جندی، گفت
تو را مرتبت در نزد پروردگار بلند است یا این سگ بلند است؟ وقتی شاگردها که شنیدن خواجه جندی را این مرد به سگ برابر دارد خیلی ناراحت شدند. یکی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسید؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. مریدا از جاش خیستن، گفتن ای غافل، گفتن ای ناکس، نخواه با طرف این دوستی خدا و کسی این خواجه جندی که هزارها شاگرد امروز دست پرورهای اسلامی دارد این معامله را تو روا ببینی. حضرت خواجه جندی میگوید به یک راه منع کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر. همه شاگردها را در یک جا منع کرد و پس این دوستی خدا گفت ای دوستی خدا گفت سوال خیلی با مورد دادی، لیکن من از تقدیرم آگاه نیستم که تقدیرم عاقبتش چی باشد. برای چی اینما الاعمال بخواتیمها میگوید پیغمبر؟ این از جز از این است که خاتمه اعتبار است. مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. حضرت میگوید مسلمان بودن تو چه اعتباری دارد؟ امروز تو صله داری، ریش داری، 5 وقته داری، نماز داری، تهجد داری، خاتمت چگونه انجام میافته باشد؟ تو خاتمت اعتبار است. میگوید حضرت گفتن که نیستم آگاه ز تقدیر، از تقدیرم آگاه نیستم. گفت بچی گفت گر از اوباش راه ایمان برم من، توانم گفت که سگ بهترم من. گفت ای دوستی خدا، گفت بسیار سوال خوب دادی. اگر گفت من از این دنیا همین خواجه جندی اگر ایمان برد، گفت ایمانی به قبر و ایمانی به روز قیامت برد، از سگ دیده گفت مرتبش بلند است. وگر ایمان نخواهد برد ز اوباش، چموی بودم من در سگ کاش. حضرت گفتن اگر از این دنیا من شرمندوار، اگر از این دنیا به ایمان روم، قسم به پروردگار خدا کاش که مرا یک تار موی از سگ بگرداند و خواجه جندی نکند. یک تار از موی سگ بگرداند، اگر چند سگ نجس خواندند از این نجس مرا گرداند و لیکن مرا چکار نکند، خواجه جندی نگرداند. بین برای ایمان آنها چی بهترین جمله ها را برای این شخصانی که امروز نان از ایمان بالا میدانند برای ما و شما این جمله ها را بیان کردند تا که ما و شما این شکم پرستی را یک جا گذاریم و از دنبال ایمان باشیم، از دنبال اسلام باشیم، از دنبال اطاعت پروردگار باشیم. پروردگار گفت من در گرسنگی شما را امتحان میکنم. حالتانه گویم دسترخوان‌هایی که پر از میوه بود، از تمام نمود قند و قنفدها آراسته بود، هر روز درآمد بود، حساب نداشت. امروز که من پروردگار تو هستم و همون نعمتها را گرفتم، دسترخوان تو را خالی کردم، اکنون اون زمان مرا عبادت میکردی. اگر عبادتت برای نعمتهای من نباشد، پس تو در گرسنگی مرا عبادت میکنی. اگر عبادتی تو برای همون نوش و نعمت باشد، این زمان در تو کفران نعمت میکنی، تو از پروردگار روی میگردانی، قهر میکنی و از این اجر مصیبت و بلایی که بالای تو آوردم تو بی نصیب میشوی. جو و نقص من الاموال، پروردگار میگوید من در مال تو نقص میارم، در مال تو نقص میارم. چگونه که الحال گرسنگی را با این نابودی هر دوش من شهر دادم که مالدار بودی به مالت میکنم و سنجش میگذرانم کنی تو چگونه به سوی پروردگارت بندگی تا دوام میتی. نقص من الاموال والانفس، الله میگوید دیگر سنجشی که بالای تو میکنم این است که از اولاد تو کسی را میمیرانم. گویم که فرزندی داری که از او 1 ساعت جدا ایستادن نمیتوانی، یا مادر تا بسیار دوست میداری، پدر تا دوست میداری،
یا برادر تا دوست میداری یا عائله تا دوست میداری، ان همون دوستداری تو را از بری تو جدا میکنم، جان او را قبض میکنم. کنی نظر میکنم که چگونه به سوی پروردگار تو بندگی میکنی، چگونه به سوی پروردگار سپاسگزاری میکنی. وقتی که میگوید انفس و ثمرات، دیگر سنجشی که پروردگار میگوید من شما را میکنم، این در میوه های شماست. بعضی مفسرها گفتن میوه، مقصد از میوه این همون زمین هایی که ما و شما درخت داریم، درخت های میوه دار دارند. من پروردگار میگوید یک زمان میارم که این درخت های تو را خشک میکنم، یا زمان میارم که در درختات هیچ میوه نمیدهم. کنی میبینم زمانی میوه دادن چگونه عبادت داشتی و این زمانی که زمینی تا از میوه خالی است، این حالت ده چگونه عبادت بکنی. بعضی مفسرها گفتن ثمرات که میوه گفتن، اینجا پروردگار مراد این میوه فرزند است، فرزند است گفتن. فرزند میوه دل است. چگونه حدیث رسول اکرم است که وقتی ملائکه ها آمده جان فرزند ما را میگرفته است، الله میگفت است قبضتم ولد عبدی، آیا جان فرزند مرا گرفتید؟ فیقولون نعم، آنها میگفتند بله پروردگارا جان فرزند تو را گرفتیم. قبضتم ثمرة فؤاده، آیا میوه دل او را کندید؟ مقصد از فرزندای ما و شما وقتی از دنیا میگذرند، پروردگار با این فرشته ها میگفته است آلی میوه دل بنده مرا کندید؟ فیقولون نعم، اونا میگفتند بله پروردگارا میوه دل بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، وقتی این بچه دوستدار شا که جانش گرفتید، اون پدر و مادر چی گفتند؟ چی گفتند؟ از ملائکه ها پروردگار میپرسد فماذا قال عبدی، این بنده من چی گفت؟ فرشته ها چی میگویند؟ میگوید پروردگارا حمیدک و استرجعه، خوش به حال بنده تو میگوید، بهترین فرزند او را میگه جانش گرفتیم، تا جای وی داد و فیغان گوید حمیدک و استرجعه، وی باشد میگه شکر به سوی تو پروردگار، این نعمتی بود که برای من دادیش و باز این نعمت از من جدا کردی. این لله و این الیه راجعون، ما از تو هستیم و به سوی تو بازگشت داریم. بنده تو این کلمات ها را تکرار کرد. الله میگوید که ای ملائک آگاه باشید، بنوا لعبد بیتا فسموه بیت الحمد، پس این گونه که باشد در جنت گو یک خانه برای او بنا کنید و این خانه قصر که در جنت بنا میکنید نامش حمد گذارید، نامش ستایش گذارید و با این بنده شکر کننده و نصیب گردانید. حضرت عطای ابن عطا را حکایت میارن که بار همراه 10 فرزند داشت، میگوید به سفر برآمد. ببین دوستای خدا در چی عذابهای گرفتار بودن. برای چی در سرآغاز من خواندم تنی ایوب با کرمان گرفتار، چیسان با لوط قومش داد آزار. حضرت ایوب ببین 9 سال، بعضی روایت ها 18 سال حضرت بدنش در من بالا یک تخت سنگ بیرون از محله بیماری میکشید. حضرت لوط چه عذابهایی داشت، چیرچیز چه عذابهایی داشت، ابراهیم خلیل چه عذابهایی داشت، چه از محمد صلی الله علیه و سلم چه رنجهایی داشت. حضرت ابن عطا میگوید همراه 10 بچهش 10 فرزندش به سفر برآمدند. در نصف راه میگوید در دست مشرکان، در دست آدمان بی خدا دستگیر شدند. البته معامله آدم بیدین نسبت دیندار این معلوم است چگونه یک رابطه ناخوب میکند، چگونه یک بیرحمی نسبت البته مسلمان را میبیند. در حال میگوید پرسان کرد که اینا کیا هستند؟ گفت این 10 فرزند من هست. میگوید یکایک چشمش میبندن، یکیش او در پیش پای پدر میغلطونن، گردنش میبرن. این پدر باشد میگوید به سوی آسمان نگاه دارد، دوستی خدا، عاشق پروردگار،
و سوی پروردگار نگاه دارد و تبسم دارد، خنده دارد. وقتی میگوید دویم فرزندشم چشمش بستند، در پیش پاش میگد باز اینشم ذبح کردند، اینشم میگه قتل کردند. این چونین میگد 9 فرزند ابن عطا را به قتل رسانیدند. وقتی نوبت 10 فرزند رسید که این 10 فرزند میگد خیلی فرزندی کوچکش بود، فرزندی گویم همون آخران فرزندش بود. وقتی نوبت این که شد به سوی پدر گشت و گفت پدر گفت چی پدری بیرحمی بوده ای؟ 9 فرزند تو را در پیش شد قتل میکنند، تو باشی به سوی آسمان نگاه کردن میخندی. آیا این گفت نشانه مهر و محبت پدر و فرزندی است؟ این پدر میگوید وقتی صدا این فرزند چکی شنید در حال میگوید آب چشمش مثل باران جاری شد و گفت ای فرزند گفت این نقشه را گفت ذات مطرح کرده است که با او جنجال کردن نمیتوانیم. این فرزندهایی که در پیش ما گفت قتل می شود، این گفت آن ذات گفت خواسته است که من در نزد او چگونه و چرا گفتن نمی توانم. به خدا قسم گفت 70 بار به سوی پروردگار شفاعت شما را طلب کردم، لیکن ندای آمد که ای ابن عطا اگر در این مصیبت بالای تا آوردم صبر نمی کنی از جریده دوستا تو را خط میزنیم. ما گفت در این بلا صبر کننده هستیم. میگوید وقتی که این 10 فرزندم که به قتل رسانیدن، حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتش کند در مثنویش این منظره را یک بیان دارد، میگوید طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. طریق عشق جانان بی بلا نیست. این راهی که برادرای عزیز ما و شما پیشه گرفتیم، این راه نماز، این راه روزه، این راه عبادت پروردگار، میگوید حضرت این راه میگوید از بلا خالی نیست. این راه مشقت ها دارد، این راه کشمکشی ها دارد، این راه سیاست و پوپیسه ها دارد، این راه شنیدن دشنام ها دارد، این راه انهنت راه است. وقتی از حبیب خدا پرسیدن ای الناس اشد بلاء، ای حبیب خدا سختترین بلا بالای کدام انسان است؟ حبیب خدا چی گفتند؟ قال الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل والامثل. پیغمبر خدا گفتند سختترین بلا بالای پیغمبر هاست، بعد از آن گفت بالای صالحون است، بعد از آن بالای این چنین شخصانی که در این راه درست قدم زننده هستند. اینا دائم سختترین بلا را میکشند. طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. حضرت میگوید بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. بلا را بکش، عذابها را تحمل کن، سختی ها را تحمل کن. هر چیزی که در این راه بالای تو می آید نترس. در حال پشیمان نشو که کاش که بی نماز بشیدیم، یا کاش که همین مسجد نمی آمدیم، اینقدر سخن نمی شنیدیم. نه، حضرت میگوید بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. اگر تو خواهی لقای پروردگار تا ببینی، اگر تو خواهی که نوازش پروردگار تا ببینی، در این دنیا تو چیکار کن؟ تو عذاب و مشقت این راه را تحمل کن، عذاب و شکنجه این راه را برداشت کن. اگر 100 تیر بر جان تو آید، حضرت میگوید اگر 100 تیر بر جان تو آید، چو تیر از شست او آید خطا نیست. میانی 100 بلا خوش باش با دوست، خدا آنجا کو بود هرگز بلا نیست. هزارها بلا به سرت بیاید، میگوید تو دوستیت از پروردگار نکن، تو رابطت با پروردگار قطع نکن، هرچنده که اگر بلا و مصیبت بالای تو آمدن گیرد. میان 100 بلا خوش باش با دوست، خدا آنجا کو بود هرگز بلا نیست.
حضرت در آخر میگه از آنجا هرچی آید راست آید، تو کجمنگر که در کجبین وفا نیست. از آنجا هرچی می آید اونا تو خوب استقبال کن. هر چیزی که از اونجا می آید وای غلط نآمده، وای درست آمدگی است. پروردگار هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر درد و بلایی که از آسمان می آید اول کجایی که یک بنده که در راه پروردگار خدمتگار است اول بالای اون می آید، تا که از این نعمت، از این گنج پروردگار این بندش چکار کند؟ برخوردار کند. این است البته یک مختصرا در اطرافی که انسان از بلا و مهنت هیچ وقت خالی نیست. ما و شما خواهیم نخواهیم بلا و آفت بالای ما و شما می آید. از این خاطر بهترین صورتش همین است که ما و شما در همه بلاهایی که پروردگار بالای ما می آرد ما و شما صبر کننده باشیم. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما این موضوع را باز جمعه های آینده دوام می دهیم. و اینجا از بس که مهمان ها البته حضور دارند، فقط می خواهم یگان غزل بحر ما و شما تا گنجایشی و خوانند. باز بعد جمعه انشاءالله قاری ها باز یگان غزل های بحر ما و شما زمزمه میکنن انشاءالله. هر زمان میزند این پیک اجل بردر ما، این صدا نرسد هیچ به گوش کریما. عزرائیل چنگ به جان میزند ابلیس به ایمان. اسب تابوت سواریم کفن چادر ما. اسب تابوت سواریم کفن چادر ما. از پی رفتن ما ناله کند خویش و تبار. از همه بگذرد و آه پدر و مادر ما. قصر و ایوان به مال و زر خود منازی. زر و سیم از دیگران خشتی لحد بستر ما. زر و سیم از دیگران خشتی لحد بستر ما. از آن روزی که مردن را به چشمی خود ایام بینی. دو چشمی پر خمارت آب حسرت را روان بینی. چی سود است مزر آخیر به پخت آب چکانند. به حلقت می رود یا نه تو او را در گمان بینی. بیاید سله بر دستان برای شست و شوی تو. بریزن آبی گرمه بر سرت هر قطره آب بینی. بیارن مرکبی چوبین درونش راز خوابانم. همه خش و تبار و یار و دوست را در قیام بینی. به بالای سری مردم
برندت سوی گورستان به جنبش همچو گهواره تو او را در تکان بینی تو چایی کنده بینی ندر باشد مرا دیوار کفن از گردن افتاده چو ما رو کژدمان بینی کفن از گردن افتاده چو ما رو کژدمان بینی بشینن مردمان صف صف بخوانن آیت قرآن بشینن مردمان صف صف بخوانن آیت قرآن دو چشمت کور دو گوشت کر نه آوازی اذان بینی دو چشمت کور دو گوشت کر نه آوازی اذان بینی شود روحی تو در پرواز بیاید جانی بی خانه پسر در خدمت و زن در کناری دیگران بینی پسر در خدمت و زن در کناری دیگران بینی علای جامی مسکین چه دل بندی در این عالم کی تا چشمک زند چشمت نه این بینی نه آن بینی کی تا چشمک زند چشمت نه این بینی نه آن بینی اجل پروایی پیغمبر ندارد اجل پروای پیغمبر ندارد اجل پروای سیم و زر ندارد عجب رسم است رسمی آدمی زاد که جانش میرود باور ندارد بدن هوشیار شوکی دم همین است زیدم ماندی یقین جایت زمین است به طاعت ساز کن تو خانه دین نخوابیده بروی اسب چوبین تو میمیری و احسانت نمیرد به سختی های محشر دست گیرد هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه الصلاة والسلام. برکت خدا به شما. اینجا داملای عزیز از شما احترامانه خواهش می‌کنم در حق طالب علمایی که به خارج برای تحصیل علم میروند دعای خیر نمایید. با احترام یک گروه مخلصان شما از ناحیه واسه برادرمان محمد سالم از رایان پنجکین در اینجا اشتراک دارد همراه رفیقانش گفتن در حق پدر و مادر و اهل عائله‌ام دعا کنید خدا نگهشان دارد. چند روز است برای آبادی همین شهر کولاب ما و شما در همین کولاب خدمت دارند و در این مسجد ما و شما اشتراک دارند. برادر خورشید و عبدالمجید، این برادرای خورشید عبدالمجید که همین قالینه که بالاش نشسته ایم الحال باز از خیراقون برای پهلوی مسجد مانم قالین ها را روان کردن گفتن در حق من دعا کنید به هفته آینده انشاءالله این پهلوی مسجد هم از همین قالین ها انشاءالله باز آباد و زیبا می شود. خدا نگهشان دارد. خیلی همتی بلند است باور کنید، خیلی همتی بلند است. هست دولتدارایی که باور کنید دلاور نمیشه قطعیشان یک صحبت کنید یک پیشنهاد برای آبادی مسجد کنید. برادر حاجی سعید آحامید از کوهدامن یک قابچه گندم صدقه آوردن برای این محله. حالی ما صدقه را همینجا تقسیم میکنیم، یک قابچه صدقه میارن تقسیمش میکنیم و
با بعضی جاها همین قابچه صدقه را تقسیم کردیم و بعد یک با آدما پیدا میشن خیر که صاحب گندم شدی که یک دهن نان که ولی بیچاره هم 5 کیلو گندم از صاحب شده نشیده که الکه هر طرف شورا سر میشه که نان که کی صاحب نان شده که او شب تلفن میکنه یک بچه میگه که داملا میگه همین کلکی ببین در روسیه زندگی داره روسیه کار میکنه این بچه‌های خونانن همین کلکی میگه حلاله یا حرام؟ او کلکی حلاله. برای چی گفتم میپرسی؟ گفت همینجا بغیر کلکی قوتم دیگه در هیچ خریدن نمیرسه. ببین اوجا کلکی میخره جمعی آمد رسید و هفتم و چهلم و پنجشنبهگی سر میشود. همه منتظر اما $1000 $500 هم بیچاره. همین رسیدن همین کدامش پرسین. من از روی انصافی خودم به شما گفته ایستادم. همش بیمارم بیچاره.